سلام، وقت بخیر. به برنامه موج از آمو خوش آمدید. رهبر پنهان طالبان در پیام ایدی خود گفته است که رژیم وی حقوق همه مردم را تأمین کرده است. هبت الله در این پیام ایدی خود نیز چیزی در مورد زنان نگفته است. او در حال رژیمش را متعهد به امنیت و رعایت همه مردم افغانستان گفته که ملل متحد حکومتش را تک قومی، سازمان‌های حقوق بشری حکومتش را ناقض حقوق بشر و شمار زیادی از مردم افغانستان وی و پیروانش را ناقضین حقوق زن و آزادی‌های فردی می‌دانند. با این همه تعریف رهبر طالبان از تأمین حقوق همه مردم افغانستان چیست؟ چرا رهبر طالبان از زنان افغانستان یاد نمی کند و زنان را نادیده می گیرد و روابط طالبان با جهان چی اندازه بر مبنای شریعت بوده است؟ در موج امشب من عبدالمطلب راجی با مهمانانم فاضل هادی وزین استاد دانشگاه و میرویس قیاسی دیپلمات پیشین به این موارد می پردازیم. مهمانان گرامی خیلی خوش آمدین به بس. آقای وزیر، برای اینکه فرصت برای آقای قیاسی هم برسه، آقای قیاسی، رهبر طالبان چند تا مورد بسیار کلان را اگر در این پیام ایدیش ما بخوایم به بررسی بگیریم، چند تا مورد را گفته: اجرای امر به معروف و نهی از منکر گفته، روابط بر بنیاد شریعت با جهان را گفته و حراست از نظام طالبان که نظام اسلامی میدانه ایره. موردی به هر کدامشان میپردازیم، اما فعلا اگر به همین بحث بپردازیم که چقدر براستی حقوق مردم افغانستان را تامین کرده، نظر به گزارشی را که 2 روز پیش نشر شده که انستیتوت خاور میانه نشر کرده، از 1137 مقام طالبان فقط 53 تن از تاجیک است و 28 تنش هم ازبک و 5 تن هزاره و 1 تن هم بلوچ. دیگه هم اگه از اینا پشتون هستن. آیا این حکومت یک حکومت همشمول و تأمین حقوق مردم حداقل در یک ساختار کوچک است، در یک ساختار حکومتی کلان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام با شما استاد وزین و سایر شنوندگان. من نمیخوام که مواردی که جناب استاد وزین به او پرداختند، شما هم پرداختند در گزارشتان با او ترکیز کنم، به خاطر از اینکه تکرار میشه و استفاده از وقت نمیشه. من موردی تمام همین نکاتی که 6 نکته بسیار مهم است، 6 بند است، در داخل 6 بند نکات خود ریزی را که بسیار از نظر اهمیت داره این گنجانیده شده. من همی میخوام با متن همی چی بپردازم، تا برای هر کام یک تفسیر کوچک میکنم. ان شاء الله در 7 دقیقه که برای آقای وزیر وقتانه با ما وقت بدین، من بعد خلاص میکنم، باز ان شاء الله با سوال شما پاسخ میگم. اول هم است که شاید این پیام امیرالمومنین اولین پیام از این باشه که یک پیام جامع است، یعنی به همه موارد ولو خلاصه پرداخته و اشاره شده. دویم هم است که اولین بار است که یک پیام کتبی از این به زبان بسیار شیوا و روان فارسی نوشته شده. هر کسی که نوشته کرده یک فارسی زبان و کسی که نوشته بسیار خوب بوده. این هم میشه که در نظام طالبان یک تحول، چشم یک تحول آدم ببینه. نکته اهمی که در خطابی از است، این خطاب به افغانها و مسلمانان تمام جهان این خطاب خود ارائه کرده. با این معنی است که داره آهسته آهسته امیرالمومنین به طرف از این باورمند میشه که ما امیرالمومنین همه مسلمان ها هستند. دیگر در بند یعنی اول از این در داخل از این گفته که مثل که شما گفتن نظام شرعی حاکم شده است، در حالی که استاد وزیر هم اینجا اشاره کرد که یعنی معناش است که امیرالمومنین راضی است از نظام خود تکمیل یافته میدانه، یک نظام دیفکتو یا یک نظامی نمیدانه که قابل تغییر و تحول و در نشأت باشه. با این معنی این مسئله حقوق زنها، تحصیل دخترها، کار زنها که دیگه قیدش زده شده، دیگه شریعت تطبیق گردیده. همین کارها را که اینا در چمنها میبرند، مردم با اتهاماتی که ثبوت از او بسیار مشکل است مطابق فقه حنفی را که شلاق میزنند، اینا به یقین هستند که اعمال را که ما انجام میدیم تطبیق شریعت است، در حالی که تو نیست. بسیار یک نظریه شاذ است و قابل بحث است که استاد وزیر ان شاء الله روشنی بندازه. دیگه از همه مهم در این بحث گسترش مراکز دینی را بسیار توصیف کرده که همو گزارشات استخباراتی شاید مبالغه بکنه، 10,000 یا 15,000 20,000 مدارس دینی که در شمال در بعضی جاها بسیار به شدت تاسیس شده رایست و در اینجا همو افکار طالبانی و یا با اصطلاح بین‌المللی افکار توریستی اونجا تعلیم تربیت میشه برای یک نسل. این از این بسیار یادآور شده که شما توجه نکردین براش. دیگه نکته بسیار مهم اینجاست که برادری اسلامی در این ملک تحکیم یافته، یعنی به این معنی است که هیچ اختلاف دیگه وجود نداره، نظریات، دیدگاه ها، جریان های افغانستان دیگه منتفی است، مسئله را فیصله شده میدونه. دیگه در بخش دوم حقوق تمام اطوار که شما در برای بسیار ترکیز کردین، این من موافق نیستم. هنوز اینا نظام تقاعد از بین بردن که قرارداد شرعی است که معاشات تقاعد نمیتن.
معاش انسان‌ها را بدون از اینکه شکر هم 5000 روپیه کرده که استاد وزیر هم اشاره کرد یک کار خیلی عادلانه است. اکثرا 12 ساعت کار میکنن مردم، چرا بازن 5000 تا افغانی میتی به یک مامور در وزارت خارجه 70000 افغانی میتی. نظام دیگه نظام مالیش هم تشکیلات کرده وزارت داخله مالیات تشکیل دارن، این مورد سوال است. دیگه نظام محاسبه شان مورد سوال است. ما وقت زیاد نمیگیرم، ما وقت زیاد شد خیر است. ما وقت یعنی ببینید شما به این نظر هستین که حداقل در مواردی را که در این صحبت هایی را که به نقل از رهبر طالبان آمده، حداقل شما تنها 3 مورد را مشکل میبینید، دیگه مواردی را که گفتن موارد درست است. ما اصلا یک موردش درست نمیبینم. شما با هیچ کدامشان موافق نیستین و کلشان فکر میکنین که مشکل داره؟ قطعا مشکل، فقط یک جایگزینی شده. جایگزینی به این معنا شده که ما میگه استاد وزیر توضیح بدیم مثلا زیبا معلوم بشه. استاد وزیر راست میگه. یک تامین امنیتی قسم شده که مثلا از کابل تا بغلان اگه وقت میرفت دوست داره در آمد تا بدخشان هیچ کس امنیت نداشت که بره. این که تامین شده، اما برعکس باز آزادی های مردم سلب شده. مردم یک کلمه نطق کردن نمیتونن، گفتن نمیتونن در بالای چشم ابرو داری. یعنی آقای قیاسی همین هفته گذشته به خاطر چند بیسوتریا که یک آدم میکشم به سادگی جای شایی گفا گرفتم. من با این چیز موافق نیستم. اگر خلاصه از بپرسم درست، همین هفته گذشته ما گزارش داشتیم از کابل که خانواده یک کارمند پیشین سفارت امریکا گفت به دلیل از اینکه اسنادهای عیسوی را در پیش از این فرد گیر کرده بودن، بردن شب تا صبح شکنجه کردن و صبح جنازه آوردن پشت دروازش انداختن. قسم یک گپ است که شما امی محکمه الهه وارد کار میکنین، او را یک ملت که بسته قتل کردن، یکی 2 مورد میگیرن کیس سر هم 2 مورد مثلا نجیبن. این قسم نیست. در عموم افغانستان یک آنارشی حاکم است. در همون مراکز ولسوالی ها، در مراکز ولایت ها و ولسوالی های کلان نظم و چیزی دولتی است، یک پرسان بخصوص گپ است. دیگه در هر قریه، در هر قصبه، در هر راه، هر طالب، هر مسلح، هر کسی قدرت داشته و یک قدرت آموتام است و کاری خدا میکنه. شما اگه میمونید میرا توضیح میدادم میگم خوش میامد. مثلا خودی اشاره کرده، یعنی در همین پیام خودش گفته به این گپ همین مشکلات را مطرح کرده. آقای قیاسی، چون فرصت برنامه کم است، کوتاه به موضوع به بحث دیگه هم بپردازیم که روابط طالبان برنامه کم است دیگه. ما 5 دقیقه هم گپ نزنیم دیگه برنامه. نه شما صحبتتان داشته باشین. در رابطه با روابط طالبان با جهان بپردازیم که رهبر طالبان گفته به اساس و به مبنای شریعت باشه. تا کنون رابطه ای را که طالبان با جهان داشته، با امریکا داشته، با سایر کشورهای دنیا داشته چگونه بوده؟ چگونه بررسی میکنین این را؟ طالبان روابط بین دول در اسلام کتاب هاست، مضامین است، مقالات است. شاید غنی ترین یعنی مکتبی که همین چیزا را داشته باشه در همه مکتب‌های مدرن دنیا را اسلام را داره. هیچ چیز اینا از اون روابط بر اساس پایه‌های همو چیزی در دوحه شده و یک روابط شخصی میگه. من دیگه طول چیزی نمیفهمم، فقط روابط اینجا گفته که بر اساس در چوکات قوانین شریعت و اسلام این روابط صورت میگیره که این جهان غرب و جهانی که یعنی از نگاه مالی و سیاسی طالبان را هنوز نگه داشته، برای از اونا این بسیار زننده است، برای از اونا معنا و مفهوم دیگری داره و این نکته را با وجود از اینکه شاید برای خودشان در مصرف داخلیشان خوب باشه ولی برای گفتنش برای خارجی ها یک نوع زننده است. اما قدر گپ است دیگه. من در باره زیاد چیزی گفتن نمیتونم دیگه. مهمترین نکاتی که در اینجا ذکر کرده در این بیان آمده همین توصیه برای اتحاد و اتفاق و همدلی سران خودی از اینا در داخل است که میرسانه که همین اختلافاتی که گاه و بیگاه برون بشود دیده میشود در سطح کلان از این مسئله آگاه است و این مسئله را خواسته که زیاد ترکیز بکنم. دیگه یک نکته بسیار مهمی دیگر هم در اینجا ما براتون میگم که ما یک سخنان خود از این را چند وقت پیش شنیده بودم، گفته بود که ما عالم نیستم. اینجا در این بیانیه داخل قید کرده که امیرالمومنین شیخ القرآن و الحدیث، یعنی به این معنا که خود مفسر قرآن هم میدانه، خود محدث هم میدانه، یعنی در سطح یک عالم مجتهد خود مطرح کرده. اگر مردم عموم میگه که ما مهم نیست ولی یک آدم در دعوای امیرالمومنین داره که گپ میزنه، به این معنی است که شیخ هیبت الله یک مجتهد مفسر است
و این درست نیست. قید باید نمیکرد، در بیانیه سابقش قید این ذکر نمیکرد. اما بار پیشتر آقای قیاسی، هبت الله یا خونزاده تمامی کسانی را که در افغانستان زندگی میکنن و کسانی را که در اوجه هستن اونا را مکلف و دانست که در برابر امری را که خودش میکنه، یعنی واجبی دینیشان است که استادگی نکنن و صحبت نکنن. به این معنی است که برداشت شما که حالا فعلا دارین که خودش نباید بگوید که شیخ الحدیث و القرآن از نظر به گپی که پیشتر گفته، فکر میکنین که چقدر میتونه با هم دیگه مرتبط باشه؟ ما اگر یک شوخی نکنم دوستای را خود صدای نه من باب تحدیث بینه من میگم مولای عبدالله قدیم مولاست، یعنی قدر مولاست. ما هیچ وقت جرأت نمیکنم که برای خود بگم. استاد وزین همه جرأت نمیکنه، در حالی استاد وزین بسیار غالب کلان است. این کار درست نیست. ولی یک نکته ما اشاره میکنم که یک مثال ما میدم کل جمع بیانیه مولای عبدالله یک مثال از داخل خودشان میتونم و شاهد مللی. من دیروز روز 20 دقیقه سخنرانی یک طالب شنیدم که از نظام خود طالب است. میگه ولی از خدا قرآنی چه قسم نظام اسلامی است که ماشی من 9000 است. ما برای فامیلم نان دادن نمیتونم از این باش. 20 سال جهاد کردیم، معلول هستم این قسم ولی ماش یک وزیر ما 70000 است. قاضی سرخانپور از اون تا دلک بشه وقتی طلب داره از این نظامی فعلی افغانستان با همین نظام دین رو با نظام قبلتر از هیچ تفاوتی نکرده. اما نظام طبقاتی است، اما تفاوتات در همه عرصه‌های اجتماعی است، با یک تفاوت که اما حق یک آزادی بیان نیمکالایی که در جامعه بود و حق یک تحصیلی که دخترای بیچاره داشتن امر هم حذف کردن. نصف جامعه را گفته استاد وزیر از پیکر جامعه حذف کردن. باقی هیچ چیز تغییر نکرد. واسه یک کار شده، یک کار مثبت. که نمی قلدری که در هر کوچه یک قلدر بود، یک وکیل بود، یا مثلا صاحب نفوذ بود، مردم میزد، زمین مردم غصب میکرد، چور عامه بود. این را از بین بردن. این را آدم باید واقعیت بگه که در این گپ طالب موافق هستم. بسیار تشکر. اما آقای قیاسی کوتاه اگر به این مسئله هم بپردازین که چقدر میتونه این بیانیه را که رهبر طالبان از آدرسش نشر شده تأثیر مثبت یا منفی داشته باشه در نشستی را که نشست سوم دوحه بوده باشه؟ تاثیر بخوای نخواهی تاثیر داره. چرا تمامی همین رایزنی ها و تبلیغاتی که نظام اداره اجرایی از اینا در کابل و دیپلماسی از اینا در کابل میکنه، این قید همه چیزا را زده. یعنی مشکل مثلا دوحه به خاطر حل مسئله افغانستان است. این بیانیه نشان میده که مشکل افغانستان 100% حل است. چه تو تاثیر نداره؟ 100% تاثیر داره. بسیار تشکر. ممنون مهمانان گرامی آقایان قیاسی و وزین از حضور شما در برنامه. بیننده عزیز تشکر از شما که تا این دم بیننده برنامه ما بودید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.